در سال 1915 جهان درگیر جنگ جهانی اول بود. ایالات متحده تازه قدم به دنیای هوانوردی پیشرفته می‌گذاشت. در 3 مارس همان سال، کنگره ایالات متحده کمیته مشورتی ملی هوانوردی NACA را تأسیس کرد. هدف آن انجام تحقیقات علمی و مهندسی در زمینه هوافضا بود. NACA با آزمایش‌های تونل باد و بهبود بالها و موتورها پایه‌های پرواز مدرن را ریخت. بسیاری از مهندسان آینده ناسا در این سازمان آموزش دیدند. بودجه اولیه این بخش محدود بود، فقط چند میلیون دلار در سال. برخی در کنگره اولویت را به اقتصاد می‌دادند، اما جنگ جهانی دوم این مسیر را تغییر داد. بعد از جنگ جهانی در اروپا و شکست مقاومت سخت هیتلر، قدرت‌های بزرگ به دنبال تصاحب دانش و فناوری‌های پیشرفته آلمان بودند. در سال 1945 آمریکا موشک‌های ویدو را از آلمان به غنیمت گرفت. این موشک‌ها توسط ورنر فون براون و تیمش طراحی شده بودند. او و گروهی از دانشمندان آلمانی از طریق عملیات پیپرکلیپ به آمریکا آمدند تا دانش و تجربه خود را در اختیار ایالات متحده قرار دهند. در همان زمان شوروی نیز بخشی از دانشمندان و تجهیزات موشکی آلمان را تصرف کرد و پایه‌های برنامه فضایی و موشکی خود را تقویت کرد. این دانش برای رقابت با تهدیدهای جدید در دوران جنگ سرد و آغاز مسابقه فضایی حیاتی بودند. آزمایش‌های ویدو پایه فناوری‌های راکتی را گذاشتند. این فناوری‌ها بعدها به سیستم‌های ناوبری دقیق مانند GPS امروزی و توسعه فناوری‌های فضایی منجر شدند. انفجارهای مکرر ویدو در آزمایش‌ها NACA را وادار به تقویت ایمنی کرد. در سال 1946 پرتاب‌های ویدو آمریکا همزمان با اوجگیری جنگ سرد بود. شوروی در سال 1949 بمب اتمی خود را آزمایش کرد و در 4 اکتبر 1957 اسپوتنیک 1 را پرتاب کرد. اولین ماهواره جهان. سازمان فضایی شوروی پیشتاز شد. این یک ضربه سیاسی و روانی بزرگ به آمریکا بود. تئوری‌های توطئه‌ای شکل گرفتند، مثل پنهان کردن جنایات دانشمندان نازی توسط دولت. رئیس جمهور آیزنهاور با ذهنیت نظامی NACA را به سوی فضا سوق می‌داد. آلمان نازی منبع دانش بود، اما شوروی رقیب اصلی شد. این دوره همچون پیش درآمد یک مستند حماسی رویای پرواز انسان را به رقابت جهانی تبدیل کرد. همونطور که قبلا گفتیم، پرتاب اسپوتنیک شوروی یک شوک بزرگ بود. آمریکا نمیتوانست عقب بماند. در 29 ژوئیه 1958 آیزنهاور ناسا را تأسیس کرد. NACA در این سازمان ادغام شد. بودجه اولیه 89 میلیون دلار بود. با حمایت جان اف کندی در سال 1961 برای یک دهه بعد هدف فرود بر روی ماه تعیین شد. بودجه تا سال 1966 به 5.9 میلیارد دلار رسید. بیش از 4% بودجه فدرال. کنگره و برخی گروه‌ها مخالف بودند. آنها اولویت را به جنگ ویتنام یا مسائل داخلی می‌دادند. بعد از ترور کندی، جانسون بودجه را باز هم افزایش داد. ناسا با ماهواره پایونیر 1 در سال 1958 آغاز کرد. این مأموریت به ماه نرسید، اما داده‌های ارزشمندی را ارائه کرد. پروژه مرکوری در سال 1961 تا 1963 انسان را به فضا برد.
آلن شپارد در سال 1961 اولین آمریکایی بود که به فضا میرفت. فقط چند هفته پس از یوری گاگارین که با ماهواره شوروی تاریخ ساز شده بود. در سال 1962 جان گلن اولین آمریکایی شد که به دور زمین در مدار رفت. فاجعه آپولو 1 در سال 1967 که گاس گریسوم، اد وایت و راجر چافی را کشت، برنامه را عقب انداخت. اما در 20 ژوئیه 1969 آپولو 11 تاریخ ساز شد. نیل آرمسترانگ و باز آلدرین روی ماه قدم گذاشتند. این موفقیت پاسخی قاطع به مأموریت‌های شوروی بود. تئوری‌های توطئه مانند جعلی بودن فرود در ماه به دلیل سایه‌ها یا پرچم یا موارد دیگر شکل گرفتند. اما ناسا با نمونه برداری سنگ‌های ماه آنها را رد کرد. کانادا در فناوری‌های ارتباطی کمک می‌کرد. اختراعات جانبی مانند فوم حافظه‌دار و سیستم‌های ناوبری دقیق زندگی روزمره را تغییر دادند. فرود روی ماه همزمان با جنگ ویتنام بود که انتقادات سیاسی را افزایش می‌داد. ریچارد نیکسون از برنامه حمایت کرد اما بودجه را کمی کاهش داد. این فصل پر از پیروزی و تراژدی، داستان غلبه بر رقابت فضایی و تحقق رویای پرواز انسان را روایت می‌کرد.